و حدیث دیگر، این حدیث هم در سنن ابو داود با سند صحیح ثابت شده است. حضرت ثابت ابن ضحاک روایت میکنند که نذر رجل على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ينحر ابلا ببوانته. یه مرد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کرده است که در بوانه نام مکان یک شتری را قربانی کند، یک شتری را سر زند و گوشت آن را به مسلمان ها و علل خصوص به محتاج ها و مسکین ها تقسیم کند. بعد از آن آمده از این نظر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پرسان شد که آیا این عملی درست است یا نه؟ فقال انی نذرت ان انحر ابلا ببوانته. من نظر کردم. نظر یعنی چی؟ عملی که برای خودتان حتمی نیست، واجب نیست، فرض نیست، برای خودتان حتمی قرار میدید. شطور کشته خیر کردن براش واجب نبود، حتمی نبود، لیکن برای خودش حتمی کرد. گفت که الله برای من فلان نعمت را داده است، بنابراین من برای شکرانه این نعمت یک خیر میکنم. گفته برای خود واجب کرد، حتمی کرد. لیکن این بنده الله تعالی دو چیز را در این نظرش معین کرده است. یکی شطور ذبح میکند، دیگری در مکان به نام بوانه. این بوانه بعضی شارح های حدیث ذکر کردند که در نزدیکی های ساحل بحر سرخ است. انیقترش در جهت ینبوع که از مدینه تقریبا 200 کیلومتر دورتر است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید چی سوالی کردند. از این صحابه دو سوال کردند. ببینید شخصی مفتی، شخصی که به مردم فتوا میتید، به سوال مردم جواب میتید، گاها به استفسار احتیاج دارد. از شخصی که سوال داد با یک چیز زیرا بپرسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم دو سوال دادند. گفتند که هل کان فیها وثن من اوثان الجاهلیت یعبد؟ آیا در اون مکانی بوانه‌ای که تو میخواهی در آنجا عبادت کنی، قربانی عبادت مالی هست و بهترین عبادت است، آیا در آنجا یگان بوتی از بت‌های زمان جاهلیت پرستش میشد؟ این اونجا یگان عبادتگاه مشرک ها بود؟ قال لا. گفت که نه. پیامبر صلی الله علیه و سلم تکی هل کان فیها عید من اعیادهم؟ آیا در آنجا عید از عیدهای مشرک ها بود؟ آیا در اون مکانی بوانه یگان عید خود را جشن میگرفتند؟ قالوا لا. مردم گفتند که نه یا رسول الله، در آنجا یگان نوعی عبادت هم نمیشد، عبادت مشرک ها، و یگان نوعی عیدهای آنها هم جشن گرفته نمیشد. ببینید چی گفتند. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفی بنذرک. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که به نظرت وفا کن. این خیلی باشد، به نظرت وفا کن. فانه لا وفاء لنذر فی معصیت الله. چون وفا نیست به آن نظری که در گناه باشد. ببینید اگر رفت آن مکان باشد که آنها مشرک ها در آنجا عید خود را جشن میگرفته باشند، این گناه میشد. گفتن که لا وفاء لنذر فی معصیت الله. وفا نیست به آن نظری که در گناه الله است. این دلالت میکند که در جایی که مشرک ها بت عبادت میکردند، عبادت الله کرده نمیشود، و در آن جایی که آنها عید کردند، مسلمان ها باید یگان نوع عبادت را در آنجا اجرا نکنند. ببینید یعنی عید آنها، پیامبر صلی الله علیه و سلم به عید آنها اهمیت دادند. یعنی عبادت ما با عید آنها موافقت نکند باید. و در سوره فرقان